کابل و اینی دوستان عزیز سرک سوم پروژه تیمنی شهر کابل است که تیمنی کلا دوستان عزیز 5 سرک دارد و مردم دیگه طرفای بازار دوستان عزیز کم کم تمام میشه. اصل بازار سرک دو هست که بی نهایت روی بیربار می باشه دوستان عزیز و فیلم برداری هم بسیار مشکل و عذاب آور است. چرا دوستان عزیز روز قد پیشوی و مرغ میه سر تا آخر بازار مرغ گرفته. یکی از گزارش‌های خبری دوستان عزیز شب گذشته. سلام و درود مسار همه شما عزیزان. انشالله که خوب صحتمند باشین و زندگیتون به خوبی خوشی و آرامی سپری شود. دوستان نهایت گرامی و عزیز آمدیم به پروژه تیمنی شهر کابل و اینی دوستان عزیز سرک سوم پروژه تیمنی شهر کابل است که تیمنی کلا دوستان عزیز 5 سرک دارد و مردم دیگه 5 سرک زندگی میکنن. نفوذ قابل توجهی هم اینجا دوستان عزیز است. البته منظور از که نفوذ اینجا زیاد است و اما تو دوستان عزیزم دیگه چیزا بازار بسیار بزرگ داره، بسیار متنوع از هر لحاظ، از پوشاک شروع تا هر چیزی که فکرش کنید. دیگه مرغا رو ببینید دوستان، مرغا رو دوست داریم از این مرغا یا نه؟ طرفای بازار دوستان عزیز کم کم تمام میشه. اصل بازار سرک دو هست که بی نهایت روی بیربار می باشه دوستان عزیز و فیلم برداری هم بسیار مشکل و عذاب آور است. ما مخاطر از اونجا کمتر میریم اما ویدیویش در کانال موجود است دوستان عزیز. میتونین از کانال ویدیویش بیننده باشه. این بازار سرک دوم پروژه تیمنی ده. دوستان عزیز همه چیز است. این سرک با موتر مسدود است و مربوط بازار میشه. لباس های مردانه و زنانه زیاد از دوست داری بخش فروشگاه های بسیار بزرگ لباس های محفلی هم در سرک دو دوستان عزیز موجود است. همون قسم چی هم زیاد از دوستان عزیز دکترها، رستوران ها و همه چیز مرغا رو بباره ببین. مرغا های زنده هم از دوستان عزیز و باز اگه خواستین زنده را براتون همینجا ذبح میکنه و میته و نخواستین باز مرغ کیلو یکی میتونین بگیرین. البته این مرغای فارمی هست. چرا دوستان عزیز روز قد پیشوی و مرغ میه سر تا آخر بازار مرغ گرفته. یکی از گزارش‌های خبری دوستان عزیز شب گذشته خواندم در افغانستان دوستان عزیز زیاد گزارش‌های خبری کسب یا دروغ از خبرگزاری‌های معتبر نشر میشه که نوشته بود 1 کیلو گوشت مرغ از قیمت بسیار پایین با 500 افغانی افزایش یافته
قیمت گوشت ما دوستان عزیز تقریبا کیلو 180 افغانی یا 190 افغانی است. مرغا دیگه در کابل این مرغا دوستان عزیز فروخته میشه. مرغای دیگه همه است که ایرانی هستن، باز اونا سینه مرغا انواع مرغا است، اما قیمت دیره دوستان عزیز. این خبرها کاملا کذب است. طرف هم آپارتمان های مسکونی، البته داخل کوچه ها دوستان عزیز آپارتمان های بیشتر هم هست. آپارتمان بسیار بیشتر است داخل کوچه ها. بیادرها هم دیگه بولن میامد با شوق میخورن که این آدم حواس میکنه که برای رفالیشون ساچه و بخوره. رفتم دوستان عزیز دیگه بلاک های رنگارنگ پروژه تیمنی رو میبینین. در پروژه تیمنی بسیار بلاک هست دوستان عزیز، بسیار زیاد. این طرف دوستان عزیز تالار روشن مارک فلو هست و این طرف هم شمشاد کانتیننتال و در پشت سرش یک هتل روسی دیگه است. در پشت شمشاد کانتیننتال دوستان عزیز میرسیم به چهارراهی سرک 5 تیمنی. چهارراهی سرک 5 تیمنی نام داره دوستان عزیز و مردم همینم یادش میکنن. تالار روشن تصویر می‌بینید دوستان عزیز که یک دیزاین بسیار متفاوت و زیبایی در بین هتل‌های عروسی شهر کابل داره. خوب دوستان عزیز، امیدوارم از ویدیو خوش آمده باشد، ویدیو لذت برده باشین. ویدیو را لایک کرده در کانالم چون سابسکرایب کنین تا ویدیوهای بعدی همتون و الله متعال و نیاز میسپارم. روزگار خوب و خوش داشته باشین و در پناه الله متعال باشین. الله حافظ و مددگار همه ایتان.